حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه لباس کهنه پینه بسته به تن داشت و نشسته تسبیح می گفت. ابو مریم که برده آزاد شده بود پیش او آمد و با یک فروتنی و شکست حالی روبرویش زانو زد و به آرامی پرسید: ای امیر المؤمنین، من از شما درخواست دارم. حضرت علی رضی الله عنه فرمودند: درخواستت چیست ای ابو مریم؟ ابو مریم جواب داد: درخواستم این است که این لباس را از تنتان بدر کنید، چون که خیلی کهنه و فرسوده شده است. حضرت علی رضی الله عنه با شنیدن این سخن به لباسش نگاه کرد و گوشه آن را برویش گذاشت و شروع به گریستن کرد و صدای حق حق گریه اش بلند شد. ابو مریم با خجالت گفت: ای امیر المؤمنین، اگر می دانستم که این درخواست من شما را به این حالت می اندازد، هرگز از شما نمی خواستم که آن را از تنتان بدر کنید. حضرت علی رضی الله عنه وقتی که گریهش فرو نشست، در حالی که اشکهایش را پاک می کرد فرمود: ای ابو مریم، من روز به روز علاقه بیشتری به این لباس پیدا می کنم و بیشتر و بیشتر آن را دوست می دارم. این لباس را دوست و محبوبم به من هدیه داده بود. ابو مریم با تعجب گفت: کدام دوست شما ای امیر المؤمنین؟ حضرت علی رضی الله عنه در جواب فرمودند: عمر ابن خطاب رضی الله عنه. عمر در راه خدا خلوص داشت و صادق و بی‌ریا بود. خداوند به وی پاداش داد. حضرت علی رضی الله عنه این سخنان را گفت و دوباره به گریستن شروع کرد و چنان گریست که حتی صدای گریه‌اش از دور شنیده می شد. بله برادران و خواهران عزیز، این بود محبت صحابه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. خداوند از همه صحابه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم راضی باد. یادمان باشد که کیش ما چه بود، آتش و آتش پرستی در سجود. هدیه آورد سوی ما یار رسول، دین را چون ماه تابان در هلول. آری آن ناجی از جنس بشر، آن راد مردی که نامش بود عمر. دین حق را هدیه آورد سوی ما،